توی مترو کنار شیخ نشست، مردکی مست روزنامه به دست. باز کرد و ورق زد و آخر بعد از خواندن یکی دو خبر گفت ای شیخونای ربانی، سکته از چیست هیچ میدانی؟ شیخ رو کرد سوی او به جواب، از دهانش شنید بوی شراب. گفت از شرب خمر و بدمستی، کفر و کتمان خالق هستی. خوردن آنچه نیست بر تو حلال، دست بردن به سوی بیت المال. هر چرا شد هپل هپو کردن، مال همسایه را چپو کردن. در امانت نگاه چپ بردن، گوشت خوک و دنبلان خوردن. ظلم بر هر کسی که شد از دم، چشم ناپاک سوی نامحرم. از ریا، از دروغ، از بهتان، غیبت و حرف مفت و زخم زبان. حال برگو از این همه نکته، تو چه کردی که کرده ای سکته؟ گفت بنده کجا و سکته کجا، این که گفتم نوشته در اینجا. سکته کرده امام جمعه شهر، و اذا مات عالما فی الدهر، سلمة لا یصدها شیء. آلو از بیخ شد عرب. ولکن.